بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. امشب یک شب تاریخی در ماه مبارک رمضان هست که شب 29 است. یکی از شبهاست که به احتمال زیاد شب لیلة القدر باشد و در حدیث صحیح و صریح بیان شده است که از شبهای محتمل قدر که روزداران در ماه رمضان این شب را زنده نگه بدارند و احیا کنند شب 29 است و آخری شبی است امشب که احتمال لیلة القدر به پایان میرسه در امشب و آخری شب احتمالاً آخری شب ماه رمضان باشد. احتمالاً هم میگم که ممکنه فردا شب رمضان شریف هم باشه، ما رویت نشود، ولی غالباً و اکثراً شب 29 در تاریخ رمضان آخری شب ماه رمضان بوده است و در آخری شب مغفرت گناهگاران و بخشش از جانب رب العالمین موج میزند و چندین برابر میشه و الله رب العزت در آخری شب ماه رمضان عده کثیری را و عده زیادی را که مغفرتشون را دریافت نکردند و عفوشون را از خدا نگرفتند، در این شب عفو خودشون را میگیرن از الله تعالی. و همچنان امشب در شهر زاهدان یکی از شبهای بیاد ماندنی است که در این شب ختم مسجد مکی انجام میگیره و سالهای گذشته در خود مسجد انجام میگرفته است بنا به درخواست متعدد مردم که در فضای قرار بگیریم که از هوای لطیف استفاده بکنیم و جای بیشتر پیدا بکنیم و به راحت بشینیم. دوستان تصمیم گرفتن که امشب را در محل برگزاری نماز جمعه که ایدگاه محل ایدگاه سابق هست امشب ختمه بگیرند. گرچه جای تأسف هست که به هر حال بلندگو ها
چون عزیزان دستگاه های جدید برای جای جدید آوردند و وسایل جدید، در استفاده کردن از اینها مقدار دچار اختلال شد و حسرت میبریم که در قسمت خواهران که جمعیتشون موج میزنه و از اینکه ما بتوانیم محاسبه بکنیم که خواهران چه حدودی هم بالاترند و در هم قسمت بیرون هم جمعیت موج میزنه و صدا نمیرسه. از همه خواهران و برادران تقاضا دارم که اگر صدا به شما نرسد رحمت بر شما نازل میشه، از برکات جلسه استفاده میکنید یا خود را برسانید به جایی که صدا باشد، یا حداقل در جایی که قرار دارید و اگر صدای بنده را دارید به ذکر خدا مشغول باشید، ولی محفل و مجلس را به خاطر نرسایی صدا ترک نکنید که جلسه امشب جلسه نیست که کسی آن را ترک کنه و بره در خانه پای ماهواره بشینه یا تلویزیون بشینه. امشب شبی است که ما در این سان قرار بگیریم و به امید رحمت پروردگار دست به دعا برداریم و صحبت شکسته بندگان ناچیز و ضعیف خدا را گوش کنیم. درود ختم فرمایید. آیه حضور شما تلاوت، و گرچه مولانا شما را آزمایش کردم، مولانا احمد که فرمودن تا ساعت 2 شب منتظر باشید و البته ما معتقدیم که ملتی که آزمایش خودش را داده دیگه نباید ما او را آزمایش بکنیم. مردم ماشاءالله از لحاظ حوصله و استقامت صاحب استقامت هم، ولی ما کوشش میکنیم که در کمترین فرصت انشاءالله این محفل چون سنگینه و در اینجا آدمان مسن هست، پیرزال هست، پیرمرده و مریضه و لحاظا جلسه وقت سنگین باشد باید برنامه را سبک گرفت. و روی این مهمان بسیار گرامی من که در واقع میزبان است، مهمان نیست، جناب استاد تفسیر مولانا محمد عثمان حفظه الله تشریف داشتن، امام جمعه محترم خاش، و فرمودن که ما گفته از وجودشون استفاده کنیم. فرمودن که مراسم طولانی میشه و بالاخره مراسم خلاصه باید کرد. آیه حضور شما تلاوت کردم و فهرمون این آیه سخنان مختصر یادآوری می شود و شما در ماه رمضان سخنان صحبتهای علما و صحبت کنندگان را گوش کردید. الله به من و شما توفیق عمل نصیب بکند. اصل عمل هست. عزیزان من، الله رب العزت یک مطلب بسیار بزرگی را در این آیه مطرح کرده است. قرآن عظیم الشان به ما فراخوان داده و ما را دعوت کرده است. رب العالمین ما را ندا کرده و خطاب کرده به عنوان انسان، به عنوان مؤمن. یا ایها الذین آمنوا، الله تعالی آل ایمان و مؤمنین را، آنانی که اسلام را، دین اسلام را قبول کردند و پذیرفتند و اقرار و اعتراف به لا اله الا الله کردند و خود را مسلمان می نامند، خود را مؤمن می نامند، الله رب العزت خطاب کرده که شما همتن به اسلام داخل بشید و با تمام وجود شما به اسلام عمل کنید، به دین عمل کنید، به قوانین رب العالمین را با تمام توان عملی بکنید و اجرایی بکنید و به آن عمل بکنید. اینطور نباشد که شما در فکر منافع خودتون و استراحت و آرامش خودتون برایید و شما بعضی از احکام الهی را عمل کنید و بعض دیگری را سازگار با منافع خودتون و استراحت و آرام خودتون ندانید و به اونها عمل نکنید.
الله می فرمایند شما با تمام وجود مسلمان باشید و با تمام توان در مقابل خدا تسلیم باشید، سر تسلیم را در مقابل خدا فرود ببرید و همه احکام الهی را شما عمل بکنید، به تمام دستورات خدا عمل کنید. شما مانند یهود نباشید. جلوتر آیه در رابطه با بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینة ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العذاب یا عقاب، شدید العقاب. الله میگه شما مانند بنی اسرائیل نباشید که آیه های خدا را بعد از این که آمدن تبدیل دادن و تغییر دادن، آیه ها را که بر منافع خودشون منطبق ندیدن و با منافعشون سازگار ندیدن و آیه ها را تبدیل دادن، به آن آیه ها عمل نکردن که چه بسا آیه های خدا را تعریف کردن. الله میگه شما مانند یهودی ها و مانند بنی اسرائیل شما بهانه‌جو نباشید که به بهانه آیه های خدا را ترک کنید و کتاب خدا را یهودی ها تقسیم کردن. الذین جعلوا القرآن عزین، قرآن خدا را، کتاب خدا را بخش کردن و تقسیم کردن، به بعضی عمل کردند و ایمان آوردند و بعضی را ترک کردند و ویل کردند. شما مانند نصارا، شما مانند یهود نباشید، بلکه شما قرآن عظیم الشان را از اول تا آخر در زندگی خودتون پیاده بکنید. شما سنت و سیرت زیبا و معطر و مزین و آراسته رحمت للعالمین، امام النبیین، امام المتقین، سید الاولین والآخرین را در زندگیتون پیاده بکنید. اینطور نباشه که بخشی را از سیرت و سنت عمل کنید و بخش دیگر را ترک کنید. این شایسته آل ایمان نیست، این شایسته مسلمان نیست. یهودی ها این را شایسته خود دانستن، اما ملت مسلمان حسابش به یهود با اهل کتاب جداست. تا او زمانه که ملت مسلمان مانند یهود و نصارا احکام الهی را و آیات خدا را تغییر نداده و کوتاهی در عمل نکرده و بهانه جویی نکرده است برای عمل نکردن به احکام پروردگار. شما امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید. الله هم روی شما حساب میکنه، روی شما مسلمانان، آل اسلام، آل ایمان، الله روی شما حساب میکند. بله عزیزان من، حساب بیشتر خدا عزوجل برای من و شما باز کرده است و حساب بیشترانه که من و شما بهانه جو نباشیم و به بهانه به هر حال کوتاهی در عمل نکنیم و بعضی از احکام خدا را ترک نکنیم. امروز ملت مسلمان عزیزان من در بسیاری از احکام مسلمان کوتاهی میکنند. قرآن اونها را خطاب میکنه، قرآن ما را خطاب میکند که شما با تمام وجود و توان تسلیم بشید در مقابل پروردگار و احکام الهی و شما پشت سر شیطان حرکت نکنید. اینطور نباشه که شما بگید که من نماز صبح 4 نماز را ادا میکنم ولی نماز صبح را نمیتوانم بخوانم، 5 وقت نماز را من ادا میکنم ولی نماز جمعه نمیتوانم برم. خیلی از بندگان خدا مسلمانان آدمانند که من و شما اونها را صالح خیال میکنیم، اما متاسفانه گرفتار ضعف و سستیان، گرفتار ضعف ایمانیم همه ما، ولهذا اینها نماز صبحشون قضاست، جای حسرت، جای گریه. عزیزان من، کسی که نماز قضا بکنه، یک نماز را اگر قضا بکنه مورد مؤاخذه قرار میگیرد.
مگر این که اللہ تعالی عفو بکنه و معلوم نیست چه کسی را خدا عفو میکنه چه کسی را نمیکنه. بنده تکان خوردم به یک بنده که خیلی بر او اعتقاد داشتم و شایدم توی این جلسه باشه و یه روز به من زنگ زد و من از تلفنش فهمیدم که من خیلی اعتقاد داشتم و هنوز اعتقاد دارم به او آدم خوبی است. گاهی مرا مشوره خوبی میده پشت تلفن و خیرخواهی میکنه، خیرخواهه و صحبتش اینطور فهمیدن که نماز صبح را نمیخواند، 4 نماز میخوانه و نماز جمعه گفت هیچ فوت از من نشده ولی نماز صبحش قضای بیدار نمیشه. خیلی حسرت بردم و تعجب کردم. این نماز فرضه، این پایه دینه، این رکن دینه، این اساس اسلامه. این هیچ کسی از من نمیتوانه، اجازه نداره که نماز قضا بکنه. نماز اختیاری نیست. یک مرتبه از مردم امریکا، مسلمانان امریکا سوال داشتن، گفته اینجا میگه که نماز اختیاریه، خواهی بخوانی یا نخوانی. نماز اختیاری نیست عزیزان من، نماز فرضه، نماز ضروریه. ما که مسلمان به معنی کسی که تسلیمه و کسی که التزام عملی کرده که همه احکام اسلام عمل بکنه، چگونه نماز قضا میکند؟ نماز قضایی نداره. بسیار نماز میخوانم 5 وقت، مسجد نمی آیند، جمعه اگر توفیق رسید می آیند، جمعه را مرتب پابندی نمی کنند، در حالی که نماز جمعه از ارکان مهم دینه. فرض نماز جمعه فرض عینه، اختیاری نیست عزیزان من. نماز جمعه حتما باید خوانده بشه و کسی که نماز جمعه را ترک میکنه به گناه کبیره و بزرگ گرفتار میشه. الله من و شما را نجات بده. بسیار انسان صالحان نیکن، مسجدم نزدیکه اما توفیق حضور در جماعت ندارن، نماز میخوانند در خانه و بالاخره با عجله و با شتاب زدگی نماز را میخوانند و به مسجد توفیق حضور ندارن. سالمان، تندرستن، مریض نیستن، معذور نیستن و لحاظا این پذیرفتنی نیست. الله رب العزت این نمی پذیره، شریعت اسلام نمی پذیره، محمد رسول الله نمی پذیره. عزیز من، جناب مولانا احمد حفظه الله حدیث تلاوت کردن که حضرت فرمودن من میخوام خانه کسانی را آتش بزنم که به نماز نمیتونم بیایی. اینا منافق بود، اکثرا مسلمان نبود، مخلص نبود که به مسجد نرسه، ولی اینا مسلمان نماها بودن که می گفتن ما مسلمانیم ولی اعتقاد به اسلام نداشتن، به خاطر منافع، به خاطر مصلحت اسلام قبول کردن. شما الحمدلله همه مخلصید، مسلمان مخلصید، مؤمن مخلص. منافع شما به خاطر منافع من و شما اسلام قبول نکردیم، بلکه به خاطر حقانیت اسلام قبول کردیم. ولهذا نباید ما فردا به اونا حشر بشیم و حساب و کتاب من و شما با کسانی باشه که اونها اعتقاد نداشتن. چون اعتقاد نداشتن مسجد نمی آمدن، چون ظاهرشون مسلمان بود، کسی از باطنش اطلاع نداشت. آن حضرت فرمودن عصبانی بودن روی اینها و ناراض بودن. الله من و شما راز ناراضگی خودش و ناراضگی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که وقتی که خلاف شریعت آن حضرت بشه، به هر حال آن حضرت که حیات داشتن و اطلاع حاصل می کردن، ناراض شدن. من شما را نجات بده. عزیزان من، توصیه رمضان آمده تا من و شما را بازسازی بکنه، تا من و شما را راه اندازی بکنه، تا من و شما را تزکیه کنه، تا من و شما را تقویت کنه و من و شما بتوانیم با قوت بیشتر عمل بکنیم به دین اسلام، عمل بکنیم به دستورات خدا قرآن و به فرمایشات مبارک حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، حدیث و سنت. رمضان آمده تا تقوی ایجاد کنه، فرهیزگاری ایجاد کنه. فرهیزگاری یعنی آنکه حق خدا را ما بتوانیم رعایت کنیم، حقوق الناس هم بتوانیم رعایت بکنیم. همانطور که دستور خدایه و فرض رعایت کردن حقوق و احکام الهی، همان اندازه فرض رعایت کردن
حقوق الناس و حق مردم، اسلام به حقوق بشر به حق مردم تاکید کرده و بیش از آنچه که قوانین بین المللی و قوانین دنیا رعایت میکنه حقوق بشر و حقوق انسان و دفاع میکنند، اسلام دفاع کرده، قرآن دفاع کرده. و اگر امروز جای مسلمانان حقوق انسان رعایت نمی کنند، کرامت انسان رعایت نمی کنند، اضاف عمل مسلمانان است، نه ضعف اسلام و نه ضعف قوانین اسلامی قرآن و حدیث. الله من شما را هدایت کند. عزیزان من، چقدر امروز احکام معطلند در زندگی ما، چقدر سرمایه دارانند که زکات اموالشون پرداخت نمی کنند، چه اندازه خواهران و مادرانند که زکات جواهرشون را، طلاجاتشون را، زیورالاتشون را پرداخت نمی کنند. سیاه‌لنگاری می کنیم، بی توجهی می کنیم و میگیم میدیم، نمیگیم نمیدیم زکاتا، ولی عملا پرداخت نمیشه. چیزی میدیم و چیزی نمیدیم. به گفته کسی که گفت شما خیال میکنیم ما زکات میدیم، نه ما کجا میتونیم زکاتا بدیم؟ ما یک چیزی بیرون میکنیم، آقا گدای سائل میاد دم در یک چیزی به این میدیم، چیزی ما میگیم زکات ادا کردیم. و ما اگر بخوایم زکات اموالمون بدیم و الله به ما ثروت داده، باید پول کلانی بدیم. پول کلان از دست ما نمیشه داده. الله به حال من شما رحم بکن. در حالی که زکات ما را پاک میگردانه، گناهان ما را سبب هدایت ما میشه، سبب رضامندی و خوشنودی رب العالمین. و زکات یکی از ارکان مهم دینه. برکت میآید توی مال شما، مال شما پاک میشه، خودتون پاک میشید از آلودگی ها و گناه و از بخل و از اخلاق رذیله. و مایه عزت زکات برای شما، مایه بهشت. شما را پرداخت زکات به بهشت میبره، شما را نماز به زکات میبره، به نماز شما را به جنت میبره، روزه شما را به بهشت میبره، حج بیت الله الحرام که فرضی و شما انجام بدید شما را به بهشت میبره. حالا نفلی او کسی را که الله توفیق داد. ولهذا اینها ضروریان، اینا اختیاری نیستن. من و شما بخواهیم بکنیم و نه، اینا را باید انجام بدیم. چرا ما مسلمانیم، ما پذیرفتیم و قبول کردیم که دستورات الهی را انجام میدیم. و امروز چقدر احکام که متاسفانه مسلمان کوتاهی میکنه. جای حسرت، جای گریه است عزیزان که به حال خودمون گریه کنیم و به حال همه مسلمین گریه کنیم. چقدر معصیت و گناه هجوم آوردن امروز، معصیت و گناه در بلاد اسلامی، شهرهای اسلامی و گناه انجام میگیره که انسان سرش پایین میشه و شرمنده میشود وقتی گناه را میشنود که یک کسی که مسلمان محمدی اهل قرآن اهل دین اینها را انجام میده. الله من شما را نجات بده. آدم ربایی، گروگانگوری برای بچخواهی بازی هستند که آنقدر از خدا دورند و آنقدر نادانند و جاهلند و بی خبر از عواقب این کاری که انجام میدن که خدا به قهر در میآید، خدا به انتقام میآید که بنده‌اش را کسی به حرمتی بکنه، دست و پا به بنده، ولو اینکه بنده این یهودی باشه، این کمونیست باشه، واسه خدا را قبول نداشته باشه، اما خدا ناراض میشه و قهر میکنه که کسی دست و پا به بنده ببره که من باجخواهی میکنه، اینقدر پول بده تا من تو را ویل بکنم. چرا پول از خدا نمیخواهد؟ چرا روزی از خدا نمیخواهد؟ چرا با زندگیش بازی میکنه؟ چرا زندگیش را آتش میزنه، جوانیش را آتش میزنه، خود را دچار ناکامی میکنه و به غضب الهی به خشم خدا گرفتار میکنه؟ او شخصی که آدم ربایی میکنه، او شخصی که سرقت میکنه، او شخصی که راه میبنده و راهزنی میکنه، دست به مال دیگران میاندازه، انقدر از خدا دوره. چرا از خدا نمیخواهد؟ خدایی که به او کسی داده که این میخواد ماشینش را ببره، این میخواد در خانه میپره که طلاش را ببره، او زنی که این طلا را خدا به او داده به شما هم خواهد داد، به تو هم ای انسان از خدا بیخبر به تو هم خواهد داد. چرا از خدا نمیخواهی؟ چرا نمیری
صبر نمی کنی، به کم اکتفا نمی کنی، ولهذا این گناه سنگین است. انسان کشته میشه تو این بعضی درگیری های فامیلی، علیاذ بالله، مردم گناهگار، کسی که گناه نکرده، قتل مرتکب نشده، خون او را ریختن، چه جنایت سنگینه. و گاهی بعضی دست به قتل بچه ها میزنن، زنان میزنن، و چقدر این دوری از شان انسانیت که آدم یک دانش آموزی را که میریم در مدرسه درس بخونه، یا یک بچه ای را، جوانی را که بیخبر از این مسائل، بالاخره از هر فامیل باشه، من به کسی خاص اشاره ندارم، ولی در کل وظیفه من است که مسائل بگم. آدم بیگناه کشته میشه، چه کسی جواب خون انسان پیش خدا میده؟ اگر جواب مردم کسی قدرت داره جواب مردم میدهد، ولی جواب خدا را چه کسی میتونه بده که خون ناحق ریخته بشه؟ چه اندازه انسان جریئی جرأت داره بر الله، چه اندازه از حد خدا و قانون خدا میگذره، چه اندازه نادانی به چه حد رسیده که آدم خونه بریزه، عملیت به هم بریزه، و بالاخره درگیری ها. الان او زمانه نیست عزیزان، رفت او زمانه که طوائف با هم درگیری داشتن و به خاطر عصبیت قومی و تعصبات قومی یک دیگر را میزدن. الان روشنی آمده، علم آمده، این مدارس دینی آمده، یا قرآن با این زیبایی تلاوت میشه و تکان میده انسان این قرآن. حالا علم آمده، علماء آمدن، مردم از راههای دور توی مناطق شما میایم برای کسب علم. این دانشگاه ها هستن، این مدارس دولتی هستن، حوزه های علمی هستن. این فضای اسلامیه که امروز فضای کشور ما و نظام کشور ما اسلامی هست، به نام اسلامه. ولهذا الان او زمان نیست عزیزان من، او زمان رفته. درگیری های جاهلی را حالا تک تک محکوم میکنن. هر کسی آدم بکشه، هر سمتی داشته باشه و جایگاهی داشته باشه و موقعیتی، باید فاسق و همون نفر باشه، همون قصاص بشه، همون محاکمه بشه و همون باید بازپرسی بشه که چرا آدم کشته، به چه جرمه، و نه برادرش کشته بشه، نه پدرش. اینا را اسلام رد میکنه، قرآن رد میکنه. قرآن مخالف آل قرآن حق نداری کارا بکنه، مسلمان حق نداری کارا بکنه مگر اینکه از حدود خدا، قانون خدا و از مرز اسلام رد بشه. و این نوع انسان ها را الله بین کاری نداره و اینا مردودن نزد رب العالمین. اینا هیچ نمره ندارند که دست به آدم بیگناه، کشتن آدم بیگناه بزنن. اینا هیچ نمره نزد خدا ندارن که دست به خلاف بزنن، دست به ظلم بزنن. و اینها را الله میگه که ادخلوا فی السلم کافه، در همه تن به اسلام تنها نماز بخوانه و هزار جنایت دیگه هم بکنه فعلوش. این نشد مسلمانی، این اسلام نیست عزیزان من. اسلام دینه، اسلام نظامه، اسلام در تمام شؤونات زندگی برای من و شما راهنمایی داره، هدایت داره. این کتاب زیبای خدا که به اون خدا سوگند میخورم که من و شما را خلق کرده و امشب اینجا آورده است و در رحمتش را باز کرده بر بندگان. به او الله سوگند که همه کره خاکی را غیربال بکنید شما و تمام کتابخانه‌های دنیا را بگردید مانند قرآن کتاب نبینید. این سرمایه عظیم، سرمایه بزرگ و لایزال است. این سرمایه است که اگر اینو به کار ببندیم و عمل بکنیم، بر کل کره خاکی خدا ما را سیادت میده و زمین الله به ما تحویل میده و اگر به عمل بکنیم تمام دنیا، مردم دنیا برای ما حرمت قائل خواهند شد و ما را احترام خواهند کرد. وقتی که حرمت کسی پیش خدا داره، خلق هم او را احترام میکنه. تکبیر!
و تمام سرگردانی های ما و شکست های ما و بنبست های ما و ممالک اسلامی و دولت اسلامی در دنیا، تمام از اینی که از قرآن فاصله گرفتن، از قانون خدا فاصله گرفتیم، سرگردان شدیم و پریشان شدیم و پریشانی ما از این بابت. امروز چقدر انسانان که شکایت در رابطه با حقوق دارن زنان شکایت میکنن که شوهر ماریه ما را نمیدن. کجا بود؟ یک جای رفتیم برای ختمه، 2 تا نامه رسیده بود، 2 تا نامه کنار هم، یک نامه را شوهری نوشته بود که زنان از ما فرمان نمیبرن، حق ما را رعایت نمیکنن و حق کشی میکنه زن. و شوهر درد دل کرده بود و گفته بود شما زنان نصیحت کنید. زنی نامه نوشته بود و شکایت کرده بود از شوهرها که شوهرها حق ما را رعایت نمی کنند و ما را بدبخت کردند و فلان کردند. این حقوق سنگین عزیزان من. بعضی نامه می نویسند که شوهرها ما طلاق میدن زنان را و مهریهشون را هم نمیدن. این جرم عزیزان من. قرض اگر یک شوهر یک انسان در جهاد با رسول صلی الله علیه وسلم شهید بشه و مهریه زنش را پرداخت نکنه و معافی نگیره او را به بهشت نمیگذاره. این جز دیونه، جز وامهاست، وامهایی که قابل پرداختن، وامهایی که باید داده بشن، همین وام مهریه است. مهریه نان و نفقه زن بعض ازدواج میکنه، ازدواج متعدد و حقوق زنان را رعایت نکنه، خرج و مخارج تام نمیدن. این زن حق دارن. جواب خدا را ما چه میدیم؟ الله من شما را توفیق بده حق و حقوق رعایت کنیم. پدران شاکیان و مادران از دست فرزندان گریه میکنن. بعضی فرزندان چقدر سنگینه که پدر و مادر که در قرآن در کنار حق خدا، در کنار عبادت و بندگی خدا ذکر میشه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله انسان پیدا کرده برای عبادت و میفرماید حکم خدای الله دستور صادر کرده است که من عبادت کنید و به والدین نیکی کنید. والدین سرمایه من و شما، سرمایه فرزندان هستند. والدین احترام قائل باشید، محبت کنید، خدمت کنید که فردا حسرت میبرید، افسوس میبرید و افسوسی دست در دل دوا نمیکنه. گاهی ما میریم به تسلیت عزیزانی که پدر و مادر از دست دادن، حسرت میخورن، افسوس میخورن. پدر رفت، مادر رفت. اینا شبها من و شما خوابیم، شما خوابید و پدران و مادران شما برای شما دعا میکنن. شما کجایید و مادر و پدر در فکر شما برای شما دعا میکنه، سعادت شما را میخواهد. اینها نعمت پروردگاران، فرصتن برای سعادت فرزند، برای به بهشت رفتن فرزند، برای نجات فرزند. ولهذا فرزندان باید پدر و مادر را حرمت قائل باشند، احترام بکنند، خدمت کنند. اگر پای مادر را روی چشمتون بگذارید، پای پدر را روی چشمتون بگذارید، شایسته والله چشم شما را بینا خواهد کرد. و چقدر سروران گرامی قرآن تاکید کرده، حدیث تاکید کرده، چه فضایل آمده است که فرصت نیست من خدمت شما عرض بکنم. آن نظر پدر و مادر را بهشت نامید و فرمود در یک حدیث دیگر که نه جهاد خدمت مادر و پدر ففیهما فجاهد. کسی اجازه که برای جهاد مادر و پدرش نیاز به خدمت داشت، گفت برو ففیهما فجاهد، در راستای خدمت مادر و پدر در راه الله جهاد کن. جهاد عزیزان من به مثابه جهاد، به منزلت جهاد، برابر با جهاد خدمت والدین، خدمت مادر و پدر، مخصوصا وقت نیاز به خدمت داشته باشه، به سن بگذاره، بیشتر نیاز داشته باشه به خدمت فرزند و ترحم فرزند و رسیدگی فرزند. الله من فرزندان عزیز را توفیق بده که پدر و مادر رسیدگی بکن. حق مادر و پدر سنگینه، حق خویشاوندان صله رحمی مهمه،
مهمه به صله رحمی خدا شما را به بهشت میبره، به صله رحمی شما را خدا رحم میکنه، مورد رحم قرار میگه. به برادران و خواهران رسیدگی بکنید، به عمه و عمو، خال و خاله و سایر رشته داران و اهل قرابات. الله رضایتش در همینه. این دستور خدای عز و جل. ذوی القربا و بذی القربا یک جا الله میفرماید رشته داران برسید، صاحبان قرابت ها، همسایه ها کشون سنگین همشاری، همسایه تو یک کوچه ایم، تو یک خیابانیم، تو یک محله، تو یک شهر. مهم این همه انسان ها را الله حق برگردن ما داده است. انسانان هم نوع ما هستند، بین احسان کردن ولو اینکه مسلمان نباشد، ولو اینکه خدا را باور داشته نباشد. الله من نکرده که ما نیکی بکنیم به بندگان خدا، بلکه بر نیکی به هر کسی بکنیم الله مرا اجر میده، ثواب میده. اینا رعایت بشه عزیزان من. الله میگه شما همه تن به اسلام داخل بشید، با تمام وجود به دینتون عمل بکنید، پایبند دین باشید. دین منافع دین و دنیای شما را در نظر گرفته، سعادت دنیا و آخرت شما را. تمام احکام الهی حکمت داره و خدا حکیمه و هیچ دستور بدون حکمت نیست. همه احکام الهی سازگارم به منافع شما، برابرم به منافع شما، برای منافع دین و دنیای شما. اگر شما تشخیص ندادید تقصیر مال من و شمایه که ما بعض احکام سازگار به منافع نمیدن. این همه پر از حکمت. الله گفته ربا بر ندارید، رشوه نگیرید، مال مردمان ناحق حیف و میل نکنید. در همین بحث رمضانی که الله میفرماید لعلکم تتقون، همین دنبالاش بحث رمضان الله میفرماید ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. میفرمایم بسیاری از اموال مردم شما تصرف میکنید و فرمانده به دادگاه درست میکنید و وکیل میگیرید و زبانتون وارده یا از راههای نامناسب وارد میشید تا مال مردم حیف و میل بکنید و انتم تعلمون. شما میدانید که حق شما نیست، حق دیگران حیف و میل میکنه. مال مردم نخورید، برای شما حلال نمیشه. 1000 بار قاضی حکم صادر بکنه، مال مردم برای مال مردم، برای من شما حلال نیست. عزیزان من، الله میگه همه تن به اسلام داخل باشید، مال یتیم نخورید، مال میراث صاحب و میل نکنید، بر میراث پدر تصرف نکنن فرزندان بزرگتر. بعض فرزنده که زرنگترن، حق دختران نرسه، حق زن نرسه. و چه بسا شکایت توی شهر ما، توی کشور ما، استان ما موجوده که میراث حیف و میل شده است، میراث نگهداری نکنن، بعضی گرفتند و بعضی ماندن. گرسنان پدران رفتن که میلیاردها ثروت داشتن و فرزندانشون جای برای سکونت ندارن، نان برای خوردن ندارن، چرا که بعضی پولا را بردن، حیف و میل کردن، تصرف کردن. هر کسی زورش بیشتره، قدرتش بیشتره، او به دست می اندازه به این مال و میخوره. و الله کجایه عزیزان من؟ ما اگر نافرمانی کنیم خدا کجاست؟ اگر مال یتیم بخوریم خدا کجایه؟ اگر مال مردم بخوریم خدا کجایه؟ اگر حق کسانی را ضایع بکنیم خدا کجاست؟ فاین الله، خدا کجایه؟ اعتقاد به خدا داریم که این کارا را میکنیم. الله من شما را توفیق بده. الله همین میگه، الله میگه همین به منافع شماست، همین مایه سعادت شما و نجات شمایه که شما همه تن به اسلام عمل کنید و بدین پایبند دین باشید. شما که رمضان روزه گرفتی 30 روز را، شما که استغفار و توبه کردید، شما که گریه و زاری کردید، شما که به این نمازها شرکت کردید، تراویح، ختم قرآن گوش دادید، جمعه و عید شرکت میکنید، الله میگه شما پایبند باشید. شما پایبندی بکنید، سیالنگاری نکنید، مشروبات الکلی نخورید،
دنبال این مشروبه که الله میگه نجسه و پلیده، رجسه و پلیده، از عمل شیطانه، دنبالش نباشید. شما این ربا و رشوه گناه های خطرناک مال مردم به طریق ناجایز نخورید، خطرناکه. دنبال اعتیاد نرید، مواد افیونی مصرف نکنید. این مواد های صنعتیه که آدم معتاد میکنن و معتادان دنبالشونن، این همه حرام از لحاظ شرعی. و اعتیاد امروز تهدید برای جامعه بشریه، جامعه انسانیه و تهدید برای مسلمانان. و چقدر افرادان که گرفتارن توی شهر ما، بسیار جای حسرتی که میشنویم بعضی زنان معتاد شدن. الله نجات بده، الله رحم کنه. وقتی زنان گرفتار دام اعتیاد بشند، کسانی که اونا را معتاد میکنن برای سوی استفاده میکنن. خطرناک عزیزان من. توی شهر ما گزارش های میرسه که زبانم میسوزه یاد کنم گاهی، از باب بی افتی، از باب خلاف شر. افت مهمه، حیا مهمه. حیا وقت جامعات مورد تهدید قرار بگیره دیگه زندگی فایده نداره. حیا را الله حیای من و شما را حفظ کنه، حیای جامعه را حفظ بکنه. امروز ماهواره ها گرچه چیزا و برنامه مفید دارن، اما ماهواره ها بسیار برنامه خطرناک داره. اینترنت خطرناکه، برنامه خطرناک داره. اینا برهنگی پخش میکنن، اینا هوای نفسانی را تحریک میکنن، اینا فساد تبلیغ میکنن. توی برنامه مواظب باشید، مواظب دختران و پسران باشید، مواظب باشید اشتباه نکنند. عزیزی تعریف میکرد که دو تا خار درگیر بودن، یکی گفت که برنامه مسجد الحرام باز کنید که اونجا قرآن میخوانم ببینم، دیگری گفت نه فلان برنامه مسابقه که در راستای فساده، او را میخواست باز میکنه. مواظب باشید، بیدار بشید مادران، بیدار بشید پدران. فرزندان تا جایی که تواناییشان ویل نکنید، بر فرزندان سرپرستی بکنید، پدری بکنید، مادری بکنید. شما سرپرستید ولید، فرزند شما دوچار اشتباه نکنه، کسی فریبش نده. دختران را فریب ندن، آدم شیاد و حرفه‌ای و آدمان بلا تشبیه چه بگن شیطانان، شیطان صفتان. دختران را فریب میدن و باغ سبز نشان میدن، آینده سر سبز نشان میدن، در حالی که اینها شیادان. اینا دختران میکشند، اینا دختران بدنام میکنن، ضایع میکنن، به حیای مردم اینا تعرض میکنن. الله از شر اینا نجات بده. مواظب باشید. موبایل در دست هماست، تلفن همراه، گاهی زنگ میزنه و بالاخره آدمان شیاد پشت خطن. الله نجات بده. مواظب باشند فرزندان ما، دختران ما، پسران ما، مواظب باشند که آدمان شیاد موجوده. گاهی تلفن در دست جوان عزیز ماست و زنی زنگ میزنه، دختری زنگ میزنه، این دخترم شیاده و میخواهد بدنامی بیاره. الله نجات بده. مواظب باشید، بیدار باشید عزیزان من. الله ابروی من و شما را حفظ کنه، الله حیثیت من و شما را حفظ کنه. بدنامی نیاره، بدنامی بده، گناه بده، نام گناه، نام العیاذ بالله بی افتی بده عزیزان من. این خواهران و مادران که راه میافتند در بازار و آرایش میکنند و طلا و جواهرشون ظاهره و لباسهای قیمتی به تن دارند که جلب توجه میکنه، این خواهر از کجا آمد عزیزان من؟ این از جنگلی نیستن، اینا در رینی توی شهرند. وظیفه من و شما سنگینی که مواظب باشیم. برای هیچ زن جایز نیست، حرامه برای زن
حضرت رسول صاحب بعد و بی راه گفته به اون زن که عطر بزنه اتکلان و از خانه بیرون بیاید، بوی عطرش به مشام مرد بیگانه برسه. این زن فلان و فلان حدیث آمده. او زنی که آرایش میکند و آرایش خود را نشان میده به مردان بیگانه، آرایش باید محرم ببینه، پدر ببینه، پدر شوهر ببینه، برادر ببینه، برادر زاده خواهر زاده ببینه، که محرم شوهر ببینه و این آرایش میکنه و راه میفته به عنوان زن پیش رفته، زن توسعه یافته، زن مترقی و بازار میره که هر کسی او را ببینه. این چه ترقیه، این چه پیشرفته. این پیشرفته که اروپایی ها او را پیشرفت میدانه، اسلام اینه افت میدانه. این زنی که به جاهلیت عقب گرد کرده، زن مرتجعه، این زن پیشرفته نیست، زن پیشرفته، زن مترقی، او زن فارسا فاطمه الزهرا است و عایشه صدیقه است و خدیجه الکبرای، مریم عذراست و عزیزان من آسیه امرأت فرعون، زن فرعونه. او زنهای با ایمان با خدا پرهیزگار صالحه اونها مترقی بودن، نه زنی که دست و پاش برانه سرش موارا کوتاه کرده و میاد توی محوره سخن میگه، خدا را میشناسه و نه احکام الهی را میشناسه. این زن پیش رفته نیست، این زن به جاهلیت برگشته. الان هم دوره یک جاهلیت قبل از اسلام بوده و او جاهلیت اینقدر خطرناک نبوده که جاهلیت قرن بیستم. این جاهلیت هم خطرناک، جاهلیت قرن بیستمه. اور آنچه که در اروپای و در امریکای و در غرب و شرق الاخرام اینا پیشرفت نیست. پیشرفت بله علم، ما قبول داریم اینا که علم سرمایه بزرگه و ما باید زنان مردان پیر و جوان همه برن دنبال علم، هم علم شریعت یاد بگیرن، علم دین، علم روزا. علم مایه ترقیه، پیشرفت زن مترقیانه که دنبال علم باشه، دانش یاد بگیره. دختران و پسران ما کسب علم بکنن، دنبال دانش باشن، اما شؤونات اسلامی را رعایت کنن، با حفظ شؤونات اسلامی برن. من شما مسلمانی اگر در اروپا باشیم، در امریکا گاهی بنده به دانشجویان توصیه کردم، گفتن شما هر گوشه دنیا برید بدانید که شما مسلمانید، آنجا باید به احکام اسلامی توجه کنید، نماز قضا نکنید، چشمتون حفاظت کنید، گوشتون حفاظت کنید، قلبتون حفاظت کنید، زبانتون حفاظت کنید، دست و پا حفاظت کنید. بدونید که شما مسلمانید، شما مقرراتی دارید، شما آیین و دستوری دارید، شما شریعتی دارید به نام اسلام. شما دارای تعلیمید، بی تعلیم نیستید. شما کتابی دارید که دنیا نداره، شما سنتی دارید که دنیا نداره، شما پیامبری دارید که دنیا نداره. شما دنبال رهبری خودتون، مرشد و استاد و مربی خودتون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باشید. یہ احکام الهیان رعایت کنید. احکام الهی را خدای عزوجل می فرماید احکام من بازی نگیرید، با احکام من بازی نکنید، احکام خدا را مسخره نکنید، بلکه به احکام الهی عمل بکنید. وقتی کسی میگه مسلمانم و خبری از احکام اسلام نباشه من مسخره میکنه. وقتی میگه کتاب خدا را قبول دارم و بخشی از احکام میگه ویلش کن، ولی از این مسخره کرده است، بازی گرفته احکام الهی را. مراعات کنید این مسائل. دختران اسلام دستور داده که شما هر جا میخواهید اینا را بدید، مشورتشون بکنید و اگر خواست بدید اجبار نکنید، اکراه نکنید، کتکشون نزنید، تهدیدم نکنید، بلکه به اختیارشون بگذارید. خواستگر میاد مشوره کنید، قبول نکرد خودش بدانه و جایی که او خواست قبول کرد، اگر آدم دینداری، اگر
به هر حال مناسبت موجود شما میتونید بپذیرید. و اگر بیوه هست، زنی است که برای ازدواج گذاشته و دستور از او بگیرید. اجازه دختر اگر سکوت کنه به هر حال این رضایت اوست، ولی کسی که ازدواج کرده باید با زبان وکالت بده، حقوق زنان رعایت بشه، اموالشون حفظ بشه، اموالشون داده بشه. بهترین زن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموده او زنی که به بهشت میره فرضا را فقط فرض انجام بده، نمازهای فرضی و احکام فرضی را، او زنی که شوهر از او راضی باشه. رضایت شوهر مهمه. فرموده اگر سجده برای کسی روا بود زنان دستور میدادن شوهرایشون سجده کنن، نه فرمود فرزندان دستور میداد پدر سجده کنن، پدر و مادر. حق شوهر بسیار سنگینه. و فرمودن بهترین شما اونی که برای زن و بچهش بهتر باشه. هر کس برای زن و بچهش بهتری او بهترین. فرمودن من از همه تون برای زن و بچه هم بهترم. محبت با زن و بچه باشه، با اونها نفع برسانیم، با اونها هرچه مشغله کاری ما زیادگاهی بشینیم، حرفای اونها را بشنویم، صحبتای اونها را گوش کنیم، هر موقعیت من شما داشته باشیم و نیازهای اونها را تا حدی که برای ما ممکنه برآورده کنیم، نیست توجیه کنیم اونها را و مسائل رعایت کنیم. عزیزان من و شما باید به تمام وجود این دین کامل، این دین زیبا که احکام نورانی آورده، راه معتدل، راه میانه، راه وسطه، راه خداست و راه بهشت جنت فردوس ایران را ببریم. تحت تاثیر هیچ کسی قرار نگیریم. ما برای دینمون از هیچ کسی را پیروی نمی کنیم. به هیچ منافع را، همه منافع را کبریت میزنیم و آتش میزنیم که بعد دین ما سازگار نباشه و نمیخواهیم منافع را که باید به احکام الهی پشت بدیم، احکام الهی را عمل کنیم، پایبندی داشته باشیم و مراعات کنیم همه دستورات اسلام را و دستورات رب العالمین و پروردگار را. الله من و شما را توفیق عنایت کند. درود ختم فرمایید. امروز الحمدلله الله خیلی لطف کرده و مرحمت فرموده است که الحمدلله مکاتب قرآنی هم، این مدارس دینی هستند، اینها مایه افتخارم برای من و شما، مهمم برای من و شما. خواهران یاد بگیرن قرآن ها، خواهران یاد بگیرن احکامشون را. این دانشگاه ها هستند برای علوم علم روز خیلی مهمه. جامعه ما توسعه یافته نخواهد شد و پیشرفت نخواهد کرد و ما به جای بگاه خودمون نخواهیم رسید تا زمانی که علم کسب نکنیم. باید در این شبها صحبت بکنیم که فرزندان ما برند علم روز کسب بکنن، دنبال تخصص، تدین، دیانت. و هم عزیزان من، هم تحصیل، علم مهمه، دانش مهمه. فرزندانتون به داخل و خارج کمک کنید، هزینه کنید تا برن درس بخوانند. ما نیاز به تحصیل کرده داریم، ما نیاز به متخصص داریم، متخصص متدین و متخصص متعهد که برای جامعه کار بکنه و فکر شخصش را نکنه. و لحاظا شما مهم فرزندانتون به مدارس دولتی که الان نزدیک به اراضی دور نیست که مدارس شروع می شوند، به هر حال حساسیت داشته باشه رو فرزندانتون، مواظب باشه که اینا ترک تحصیل نکنن و اینا برن درس بخوانن، درس دینی بخوانن، برن حوزه ها علم یاد بگیرن، دانش یاد بگیرن، یا درس علم روز را بخوانن. به هر حال تحصیل مهمه، علم خشریت باشه، علم دین باشه یا علم روز باشه، همه نیاز جامعه است. همه مایه بالندگی و ترقی و پیشرفت جامعه، همه نیاز جامعه است. و دیانت هم باید بالا بره. ملت
ملتی که خدا را داشته باشه، ملتی که محمد رسول الله را داشته باشه، ملتی که قرآن عظیم الشان داشته باشه، این ملت در دنیا سربلنده، معززه و تمام اللہ تعالی زمینه را فراهم خواهد کرد که این ملت به جایگاه خودش برسه. مشکلات دنیا و آخرت من و شما حل عزیزان من باید که خدا را به دست بیاریم و خدا را داشته باشیم، خدا را مراعات کنیم و زمان ما میتوانیم که خدا را داشته باشیم که دستورات خدا را عملی بکنیم و به دستورات پروردگار عمل بکنیم. لہذا عزیزان مسائل مراعات کنید و مسائل که وظایفی که بر من و شماست به وظیفه خودمان برسیم و ضروری ثروتمندان و الله تعالی کسانی را که توانایی داده ماشاءالله در این ماه رمضان خدا خیر بده، کسانی را افطاری دادن، کسانی که سفره پهن کردن، کسانی که غذا امروز هم عزیزان زیادی غذا درست کردن آوردن هزینه کردن و برای رضامندی الله تعالی ثواب برسه. کار بسیار خوبه. بعد از رمضان هم فقرا را فراموش نکنید، مستمندان را فراموش نکنید، صاحبان حاجت را در نظر داشته باشید. توی زندان شهر من شما افراد زیادی زندان و لحاظا کار و کاسبی نمیتونن بکنن، زن و بچه اینا سرگردان پریشان، اولاد اینا پریشان. ما باید به خانواده زندانی قرآن تشویق کرده که شما به اسیران رسیدگی بکنید و به یتیم ها، به کسانی که مستمندل حاجتمندل و به مدارس دینی مساجد، اینا همه به زحمت های شما دسترنج شما ساخته میشن. اینا عمل باقی شما این مدارس و مساجد. امشبان یادداشت دادن که در قسمت خواهران برای مسجد مکی ارسال این موقع ختم کمک جمعوری شده، قسمت برادران نیست و این در قسمت خواهرانه که همین سال یک روز اینها تشریف می آورند اینجا و لہذا در قسمت خواهران درخواست دارم که این کمک جمعوری بکنید شما انشالله. خواهران دستشون شریک باشه و در این اجر شریک باشن. مسجد انشالله در کارش پیش میره به اذن الهی و به دعای شما و این مسجد تکمیل بشه و تمام بشه و عمل باقی شما. الحمدلله مسجد که الان حدود چند نفر معتکف داره؟ 200 نفر. بالا از 200 نفر الان معتکف تویش نشسته و معتکفین الان اونجا هستن و الحمدلله دیگه عمل تویش هست. حداقل بیش از 1000 نفر طلبه شب و روز توی مسجد درس میخوانند و مقر درسشونه و لحاظ مسجد معمولی نیست. مسجد نیست که تنها برای 5 وقت نماز فرض باشه، عبادت میشه توی مسجد. صبح و شام قرآن تلاوت میشه. حداقل 1000-2000 نفر به یک وقت نشستن قرآن میخوانند. این اجرش بیشتره. بعضی مردم نمیدانند، خیال میکنند که همه مساویه. نه، اینطور نیست. این 5 انگشت خدا مساوی نکرده. مثال خوبی است. مساجد هم فرق میکنه. بعضی مساجد اجر بیشتر میرسه، بعضی مساجد کمتره، بعضی مدارس هم اینطور. آنجایی که کار بهتر باشه انشالله این مسجد عبادتگاه است و مهم این مسجد خرج کردن اینجا برای شما اجر بزرگ عزیزه. گفته بود که من رفتم و برای حج یا عمره گفت دعای من همین بوده که خدا من توفیق بده که من همین مسجد چیزی خرج بکنم برای آخرت. و دعا کرده خدا من توفیق. خدا به اون مال داده بود ولی دادن مشکله. او دعا کرده بود خدا من توفیق بده که من بدم، و اینه که نداشت، نه داشت ولی دادن سختی، آسان نیست مگر الله توفیق بده. و شما دعا کنید خدا شما را توفیق بده، مسجد بسازید و انشاءالله برای شما اجر عظیمه، اجر بزرگه. در قسمت خواهران کمک جمعوری می شود برای حوزه، برای مسجد جمعوری می شود. مسجد مکی، بنای مسجد مکی، ساخت و ساز مسجد. و شما را الله جزای خیر بده. در ماه رمضان کمک کردید به مدارس، همه مدارس، همه مساجد. اینا متعلق به شما، مربوطم به دین شما. شما مساجد و مدارس خودتون
اداره بکنید و نیاز نباشه که ما دست جای دیگه دراز کنی، حساب مدارس جای دیگه دراز کنن، بلکه شما برسید مساجد. الحمدلله مساجد شما مدارس شما مستقلن و همانطور که قانون آزادی داده الحمدلله مشکلات خاصه توی استان نیست و روی این است که اینا را باید شما اداره بکنید. جای دیگه اینا کمک دریافت نمی کنن و لحاظا شما ساختید، شما اینها را باید اداره بکنید، کمک بکنید. فردا یک روز باقی است هنوز، انشاءالله رسیدگی بکنید و عزیزان در اتاق خیرین و حسابداری منتظر قدوم شما. اما ما اینجا هستیم در دسترس شما. انشاءالله فردا آخرین روز رمضانه و پس فردا ممکنه رمضان باشه یا نباشه، دست خداست. انشاءالله کمک بکنید، الله شما را جزای خیر بده، مدارس اداره کنید و اینها برکات خدا بر سر شما نازل میشه. الله به شما روزی خواهد داد. یکی از تقاضاهای دعا همین بوده که در قسمت مشکلات اقتصادی موجوده، برای اقتصاد دعا کنید. انشاءالله الله اقتصاد شما رونق خواهد. ماشاءالله باران رحمت عجیب باران آمده الله توی منطقه. این چند روز هفته است که باران ابرها دور میزنند و هر جا سیل را میفته. دعا شده برای شما، دعا کردید، بندگان خدا دعا کردن که قحط الله برطرف بکنه، خشکسالی ها برطرف بشه، رودخانه ها و دره ها و چاه ها و قنوات زنده بشه و ممکنه بعضی حالت تخریبا بشه، بعضی جا نقصان هم وارد بشه، ولی اگر نقصان جزئی باشه قابل تحمله. دعا کنی که باران نافع باشه. امروز یکی به من زنگ زد گفت از یک شهر، گفت دعا کنی که باران قطع بشه. گفتم ما دعا کردیم که باران بیاید، الله شما میگی باران قطع بشه. گفت چنان شدید میریزه اینجا، چنان شدید که سبحان الله آب به خانه ها حمله میکنه، داخل خانه ها. بابا تحمل کن، رحمت هم زیاد بشه زحمت داره، زحمتش رو تحمل بکن. روز رمضان رحمت بود ولی روز چینه خوردی زحمت بود برای شما. تا زحمت آدم نبینه، رنج نبینه، به منافع هم نمیرسه. الحمدلله باران بسیار خوبی است، ولی الله تعالی دعا کنید که دیگه ضایعاتی داشته نباشه، سنگین تلفات وارد نکنه. ولی بعضی کسانی که میگن، بعضی میگن که ما نمیدانیم فلان عمر ما ندیدیم چنان باران. بعضی رودخانه 3-4 بار پر آب بردن، بیشتر آب بردن و این مایه تقویت آبهای زیرزمینی و سفره زیرزمینی خواهد شد و الله تعالی باران رحمت نازل بکنه و بیاره. و ما امشب خیلی وحشت کردیم که باران بیاید و من و شما را فراری. یا الله خیر کن، این جمعیت دو مرتبه که میتونه به مسجد ببره ندیه، ولی الله تعالی رحم کرده. ابر خطرناک متوجه بود ولی به هر حال الله تعالی فضل کرد که مراسم به پایان برسه به خیر و ختم امشب انجام بگیره و انشاءالله این مسائل توجه فرمایید. آخرین نکته ها خدمت شما میگم، صدقه فطر 2000 تومان برای هر نفر در نظر گرفت. قبل از اینکه شما به نماز عید میایید سعی کنید این فردا ادا کنید، فردا شب ادا بکنید و این فراموش نشه. برای فرزندانتون هر یک 2000 در نظر بگیرید، بدید. پول زیادی نیست ولی باید ادا بشه. و عید شما انشاءالله اگر ماه رویت بشه، فردا شب رویت شد روز پنجشنبه، و اگر ما رویت نکنیم انشاءالله جمعه 100% عیده دیگه، در او اختلاف وجود نداره. ماشاءالله. حالا هر طور که الله تعالی بخواد برای ما راضی. ولی کسی که 30 روز را روزه 29 را روزه گرفته، روز 30 هم روزه میگیره انشاءالله و اجرش هم پیش خدا میبره. و مسئله ایدگاه مطرح است که شما همه مردم میپرسند و جمعه گذشته اعلام شد که ما به همین جایی را که 10 سال 12 سال پشت سرشیم دنبال همین پشت گوره اینجا و ما میریم نماز میخوانیم، آب فراخوان داده شد که دستگاه ماشاءالله هر کسی لودوری داشته و گریدر و کنفرسی و بردیزل و ماشاءالله اینقدر آماده. میگه شما فقط بگی یک روز، ما یک روز مثلا فردا که چهارشنبه بگید ما برای پنجشنبه آماده میکنیم و
به هر حال همه اعلام شد و این نکته را خدمت شما عرض کنم که مسئولین رده بالا اینجا تصویب کردن که این زمین داده بشه و نیازه، ولی جایی را بعد رفتن بعضی و صاف کردن بعضی را که بدون هماهنگی ما بوده، هماهنگی با نه علما بوده نه مردم، و اونا با اجتهاد و فکر خودشون گفته اینجا وسیع، ما اینا تسلیم میکنیم و او چون دوره لحظه به هیچ صورت برای ما قابل قبول نیست و ما اعلام کرده که نمیتونیم، مردم ما نمیرسن، مردم ما پیاده علامی جمعیت که اینجا مگه اینا ماشین دارن، تازه اگر کسی ماشینی داشته باشه نمیتونه ماشین سوار بشه، خود مردم جا ندارن تا ماشین کجا فرق کنن، همه این ملت پیاده میده. ما هم آمدیم از اونجا تا اینجا پیاده و گفته که بدون ماشین نمیتونه، پیاده زودتر میرسه، چرا ماشین سوار بشه؟ ولی از روز عید همه این ملت از شهر پیاده میآید و ما گفته که این پیاده 4-5 کیلومتر بره ولی این نمیتونه برگرده، نمیتونه برسه در این وقت. و مسئولین ما متقاعد کردیم، قانع هم شدن که اونجایی را که ثبت میکردن، حالا اگرچه اونجا مدعی هم داشت و مدعی هم داره، بعضی مردم به ما زنگ زدن که شما سر نماز غصبی میخواین نماز بخونید، شما نماز ما زمین ما نماز میخوانید، بعضی گفتم ما پشت سر شما نماز نمیخوانیم. بابا شما صبر کنید، ما هر وقتی آمدیم نماز خواندیم اونجا شما پشت سر ما نماز نخونید. ما زمینی که اگر کسی دغدغه و شاکی باشه توی شهر به سرش نماز نمیخوانیم، نه بیابان اونجا ما نمیتونیم بیاییم، شما نگران نباشید. و الان مسئولین هم جلساتی بوده با حاجی آقای سلیمانی که واقعا حاجی آقای سلیمانی میخوایم مسئله حل بشه، مسئولین میخواهم مسئله حل بشه، جلساتی بوده و به هر حال به همین نتیجه رسیدن که هم داستان محترم زاهدان هم در تلاشان و مسئولین دیگر هم استانداری هم فرمانداری زاهدان در راس حاجی آقای سلیمانی ارگانهای دیگرند هم و لحاظا میخوان که دغدغه اهل سنت حل بشه و قولم دادن و وعده کردن که شما عید همینجا نماز بخونید و برای عید قربان انشاءالله مسئله شما یعنی بعد از عید حل. و به هر حال ما متقاعد شدیم به همین مسئله که عید همینجا بخونیم انشاءالله، به این امید که هم فردا هم نشسته هست و انشاءالله این اما 2 زمین پیشنهادی هستند که نزدیکم به شهر و مردم میتونن آنجا برسن نماز بخوانن و پیاده هم میتونن برسن، و زمین هایی که دورن و به هیچ صورت برای ما قابل قبول نیست مردم نمیرسن. ما نمیخوایم کشاورزی بکنیم، نمیخوایم زمین بگیریم و این زمین دیگه استفاده بکنیم بفروش. این نماز زمین که درخواست داریم فقط و فقط برای نماز عیده و نه برای دیگه منظوره. روی این باید جایی باشه که مردم برای نماز عید اونجا برسن و هم برای سوء تفاهمی نباشه، دیگه مشکلات ایجاد نشه و آدرسی که شما را دادیم و همون زمین مورد درخواسته و همه مردم آمادگی کردن که بیان تصدیق کنن نماز بخوانن و به هر حال فعلا به همین متقاعد شدیم و که من و شما انشاءالله عید نماز اینجا برگزار میکنیم و برای عید بعد انشاءالله من و شما آنجا خواهیم رفت انشاءالله بر حسب به هر حال تأکیدی و قول و وعده و به هر حال که بعضی مسئولین دادند و حتی گفتن که اخلاقا ما قول میدیم که انشاءالله این دغدغه برادران اهل سنت و پریشانی 10 سالشون حل بکنه، انشاءالله این مسئله حل میشه. و آخرین نقطهش هم همینه که انشاءالله برای نماز عید زود تشریف بیارید، خواهد روز جمعه بشه یا پنجشنبه بشه زودتر تشریف بیارید که انشاءالله نماز کوشش میکنیم که زودتر برگزار بکنیم و شما با عافیت نماز بخوانید و زودتر برگردید. بله برای درخواست دعاهای زیادی آمده است. مسئله زکات بعضی توضیح فرسیده چون خواهران امشب اینجا
و نامه نوشتم بعضی که طلا و جواهر شما به 20 مسکال که برسه نیم مسکال زکات داره و حتما شما این بعضی تبدیل دادم پولشون به سکه و غیره و بعضی پولایشون تبدیل دادم به زمین برای سکونت نیست، این زمین برای ثروت و زمین فروشی آینده. این حتما زکات زمین هایشون بده. زمین زراعی برای زراعت نداره و زمینی که آدم برای خودش منزل بسازه نداره. اون زمین های دیگه ثروت هم و لحظه ثروت زکات داره وقتی که برای تجارت باشه. خب ما به آخر این چیزی که من خیلی هم خوشحال کرد گزارش این بود که الان دولت هم در نظر گرفته که کمپی زدن اینجا در تالسیا و به هر حال معتادان از توی خرابه ها جمع میکنه دولت و میبری اونجا. از ما گفته عالمی درخواست کردن که بیاید واعظ بکنه، جماعت های تبلیغی بیان سرینه کار کنند و گشت بزنند. برای معتادان امروز الحمدلله کار میشه که نه برگردن به جامعه، سلامتی حاصل بکنن، مشکلشون حل بشه، مریضیشون رفع بشه و همه ما باید دست به هم بدیم و کمک کنیم که انشاءالله ترکیت بقیه صحبت هست دیگه که انشاءالله در مراسم عید صحبت خواهد شد و همه ما در این آخری لحظات رو به قبله می نشینیم و دل را متوجه الله رب العزت می کنیم و در این آخری ختممون به نیایش و تضرع و زاری می پردازید که الله مهربان هست. الله تعالی دستور داده که شما دعا کنید که من اجابت میکنم و الله فرموده که گناه را منم که میبخشم و فرموده ناامید از رحمت من نباشید. گناه هر اندازه ما غفلتایمون زیادن، جرائممون زیاده، گناهایمون زیاده، اما رحمتهای الهی وسیع‌تر و بیشتر و بزرگتر از گناههای ما هست. الله رب العزت به میدان کرم که بیاید، به میدان عفو و مغفرت بیاید، همه گناه را میبخشه. وقتی بنده توبه بکنه، برگرده به الله، نادم بشه، پشیمان بشه از عمل کردهش. توبه همینی که ما پشیمان بشیم، توبه همینی که تصمیم بگیریم آینده گناه نمی کنیم و توبه همینی که فعلا خود را از گناه بکشیم. وقتی که بنده توبه بکنه و پشیمان میشه، رحمت الهی به جوش میاد. امشب یکی از شبهای قدره، آخری شب ماه رمضان، آخری ختم در سطح دنیا امشب در مسجد الحرام، مسجد النبی هم امشب ختمه، آخری ختمه و لحظه امشب امید است که درای رحمت الهی بیشتر باز شده و الله رب العزت با بیشتر به میدان کرم و عفو آمده و امشب معاف مناز الله تعالی بگیریم و امشب عزیزان من رحمت خدا بر ما نازل بشه و مقبولیت حاصل بکنیم امشب و این برای ما بسیار مهمه. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وصل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا بر الہ متوسل میشیم به رحمت‌هایت، به دربارات، با دعایی که حضرت آدم به هم متوسل شد. آدم علیه السلام، حضرت آدم و حوا عفوشون را به همین دعا خدا گرفتن. این دعایی که خود رب العالمین تعلیم دادن. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. خدای آدم توبه‌اش با همین دعا قبول شد. رجوع آدم را تو پذیرفتی و ما فرزندان آدمی زادیم. پروردگارا این دعا کهنه نشده، بی تاثیر نشده. این همان تاثیر داره که آدم خان در روز اول داشت. متوسلیم به این دعا. در رحمتت را بر ما باز کن. امشب پروردگار آخری شب رمضان، آخری ختم قرآن عظیم و شان. این همه زن و مرد، پیر و جوان به امید رحمت آمدن. اینا را کسی به زور نیاورده، اینا را کسی دعوت نکرده که حتما شما بیایید. الها اینا ما به امید رحمت، اما در این سال نشستند و چشم به سوی رحمت تو و امید بستند به دربار تو. به امید آمدیم، به امید آمدیم. دری غیر از در تو نیست، تنها در عالم در توه. توحید معبود برحق و تو خدای واحد الله شریکی. پروردگارا مرا ناامید از رحمتت نکن، مرا به دعایت، به ندایت شکی نکن که جواب دریافت نکنیم و پاسخ نرسد. پروردگار ربا محتاجیم، نیازمندیم، تضرع میکنیم و تو را زاری میکنیم. مانند گناهگاران ذلیل، مانند بنده محتاج و فقیر و به خاک افتاده تو را ندا میکنیم که مرا دستگیری کن، مرا فریاد رسی کن و دریاب مرا.
و از آتش جهنم نجاتمون بده. قدرت عذاب تو رو نداریم، قدرت انتقام تو، قدرت العالمین مؤاخذه تو، جلوی غضب تو نمیتوانیم بیستیم. پروردگار و ربا دریاب، دستگیری کن، فریاد رسی کن، گردنهای ما را از آتش جهنم آزاد، به عذاب قبرمون گرفتار نگردان. قدرت کتک خوردن را در قبر نداره، قدرت سختی سکرات و تلخی سکرات و فشارهای فرشتگان قبض جان و عذاب را نداره. جهنم را نشان ما نده، به چشم جهنم نبینیم، عذاب تو را با چشم نبینیم العالمین، اینطور که ندیدیم. ما را به جنت فردوس برسان، ما را به فردوس اعلی برسان، ما را به خودت برسان. پروردگارا زندگی ناچیزی است و نافایدار. در همین رمضان چقدر انسان شایسته در گذشتند و رفتن، امروز در این سالیم و فردا در روزمان تمام بشه به قبرستان. رفتیم که میریم دو مرتبه بر نمیگردیم. پروردگارا مرا از عذاب جهنم و عذاب دنیا و آخرت نجات عنایت فرما. مرا توفیق آمادگی برای این سفر طولانی عنایت بفرما. مرا توفیق بده که تو را بندگی کنیم، رضایتت را کسب کنیم و تو رضایتت را نصیب ما بگردی. پروردگار رب، تو ربی و معبد، تو قوی و ما بیچاره و ضعیف، بی نهایت ما ضعیفیم و تو بی اندازه قوی. تو سخی، تو ما را خلق کردی و ما بنده توییم و چشم به راه رحمت های تو، چشم به دست پر تو هستیم و نگاه میکنیم. پروردگار تو ما را اگر در نیابی کسی دیگه نیست. اگر تو به عمل کرد ما نگاه بکنی پروردگار ما ناکام میشیم. پروردگار به دریای رحمتت نگاه کن، به بذل و جودت نگاه کن، به خداییت که تو خدایی و الهی و ملکی و رب مردمی و رب العالمین. تو را میزیبد عفو گذشتا، تو را میزیبد آزادی گردن از آتش جهنم و تو را میزیبد دادن و بذل و جود و عطا. میزیبد تو را که در رحمت را بر ما بخشی و ما را دریابی بر رحمت. پروردگار ربا دریاب ما را اله العالمین، دریاب ما را و اعمال ما را قبول بکنی. روزها نماز، تلاوات، شنیدن تلاوات الله، اینا شایستگی دربار تو را ندارن. اعمال ما اما طور که خود ما ناچیزیم، اعمال ما مطابق با خود ماست. اما تو کریمی، تو این بذات ناچیز ما را قبول بکن. من طور که برادران حضرت یوسف گفتن جئناک بذات المزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. ما با چیز اعمال ناچیز به دربار تو آمدیم، تو صدقه کن بر ما و این اعمال ضعیف و کم و ما را به برگات قبول بفرما. ما را از مقبولین درگاهت بگرد.
مرا از بندگان صالحت قرار بده، مرا طالب رضای خود بگردان و مرا به رضات برسان. الهی العالمین مرا به جنت فردوس برسان، مرا به سعادت دنیا و آخرت برسان. پروردگارا بالاترین هدف ما عمل به شریعت و عمل به سنت و الال رسیدن به ذات یگانه خود و رضامندی توی مرا برسان. مرا استقامت بر شریعت و خاتمه با ایمان و خیر نصیب بفرما. فتنه ها حفاظت بفرما، از شر نفس و شیطان حفاظت بفرما. پروردگار ربا مجاهدین اسلام را به پیروزی برسان، آنانی که برای تو جهاد میکنند، آنانی که برای تو خدمت دینت را جام میدن، را الهی پیروزی برسان. مدارس و مساجد و مکاتب دینی را، جماعتای تبلیغی را ای الله نصرت کن و یاری کن و کمک بگرد. جمیع کسانی که مال در راه تو خرج میکنند در راه دینت، جان در راه دینت میدن، خدا اینا را نصرت و یاری کن، برکات خود را بر سر اینها نازل کن، مال و جان اینها را برکت بده و اینها را از آتش جهنم خلاص کن، ما رو اونها را. پروردگار همه مسلمانانی که گرفتار شدن الهی العالمین دشمنان اسلام گرفتار شدن، اسلام گرایان را، اسلام خواهان دنیا را، آزادی خواهای دنیا را الهی العالمین همه را یاری فرما و نصرت فرما. مظلومین دنیا، مردم فلسطین، مظلومین فلسطین و مردم اسلام گرایان مصر و الهی العالمین مردم شام و افغانستان و سایر کسانی که در دنیا مظلومن یاریشون برسان و نصرتشون بکن. الها رب جمیع کسانی که توی زندان ها به خاطر دین در هر نقطه از دنیا افتادن وسیله آزادیشون فراهم بکن. همه زندانی ها را وسیله آزادی فراهم بفرما. همه کسانی که گرفتار مشکل شدن توفیق توبه، هدایت و اصلاح و نجات از زندان نصیبشون بگردن. الهی العالمین مریضان شفای عاجل و کامل عنایت فرما. الهی بدهکاران و فقرا و بیکاران را کار بده و روزی عنایت بده. پروردگار همه اون جوانان دختران و پسران که به سن ازدواج رسیدند و یا مشکلات مالی دارند یا نتوانستند برای خود شریک زندگی خوبی پیدا بکنند، خدایا ترتیب ازدواج اونها را بده. اله العالمین آنهایی که توی خانه دختران نشستن و سنشون بالفته و میخوان ازدواج بکنن، پروردگار زمین ازدواج اونها را فراهم کن، زمین ازدواج پسران را فراهم کن، زمینه اله العالمین مشکلات همه مردم را فراهم بفرما. عاقبت همه ما را اله بخیر بده. اله العالمین پروردگارا ربا جمیع کسانی که مشکل دارند لیستی از تقاضای دعا اینجا موجوده، اله العالمین همه مشکلات اینا را حل بفرما. پروردگارا الها همه گذشتگان ما را، آنهایی که توی رمضان فوت کردن تازه درخواست دعا کردن خویشاوندانشون، آنهایی که اله العالمین دیری رفتن یا زود رفتن، همه عزیزان مرا مغفرت بفرما. خصوصا حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه، این مرشد و استاد و مربی همه ما که مایه خیر شدند برای ما و مایه هدایت شدند و راه تو را به من نشان دادند، در جوار بهترین رحمت جا عنایت فرما و رفع درجات عالی و بلند نصیبشان بده. روح بلند فرزند ایشان مولانا عبدالملک در جوار بهترین رحمت، روح حضرت مولانا یار محمد که تازه وفات کرده بلند فرما، بهترین رحمت نصیب فرما. حضرت مولانا خدا نظر از مفتی حوزه
که خدمت کردن خدایا رفع درجات شد. است مولانا نعمت الله که زندگیشون را به خدمت دین گذراندن. است مولانا عبدالحکیم، است مولانا عبدالرؤوف، است مولانا نور محمد، است مولانا عبدالغفور، سایر علماء شهر و نیکان شهر و مرحوم قاضی شاه محمد، همه کسانی که برای این دیار برای اینجا خدمت کرده الله روحشون را در بهترین رحمت جای عنایت بکن. آنهایی که نام بردیم و آنهایی که نامشون را نمیتونه ببریم، پدران و مادران ما را مغفرت کن، بهترین رحمت جای عنایت کن. عزیزان ما را، قبرستانای ما را، قبرستان مسلمین را، کل علماء منطقه را، کل نیاکان منطقه، معتمدین، ریش سفیدان برای جامعه خدمت کردن، تحصیل کردگان مغفرت فرما، رفتن رفع درجات شو عنایت فرما. و مریضان اله العالمین، تمام اله العالمین کسانی که گرفتاران اله گرفتاری هایشون رفع کن، معتادان اله دریها و ترک اعتیاد بگردان، و اله فرزندان همه مهار صالح و نیک بگردان، و اله مطیع و فرمان بردار خودت و والدین بگردان، و فرزند کسانی که اولاد نداره اولادشون بده، و اله العالمین جمیع کسانی که مشکلات دارن، کسانی که افطاری دارن، خدمت کرده برای روزداران، امروز هم بعضی عزیزان زحمت کشیدن، هزینه کردن که فضیلتی بکنن، خدا این جزای خیر عنایت فرما، قبول بفرما اله العالمین. زکات دادن، به مدارس کمک کردن، تازه میکنن، پروردگارا برکات به مال اینها نازل. تحریم ظالمانه مملکت ما را سر مملکت ما بردار، و اله العالمین به همه اله العالمین کمک کن. دولت جدیدی که تشکیل شده است خدایا این دولت موفق بدار که منشأ خیر باشه برای ایران و بتونه مشکلات حل بکنه، مشکلات ایرانیان، اقوام، مذاهب، همه ایرانیان، و پروردگارا مشکلات همه را حل بفرما، عاقبت همه ما را به خیر بگردان، ممالک اسلامی را شر دشمنان اسلام نجات عنایت فرما، و عاقبت همه ما را به خیر، استان ما را، شهر ما را، کشور ما را امن بگردان، مرزهای ما را امن بگردان، و اخوت و برادری را اله العالمین نصیب همه مسلمین بگردان، فرق اسلامی، شیعه و سنی، اقوام، اما اله العالمین تفاهم، مسالمت، زیستی، اخوت و برادری نصیب بفرما، رحمت و خیرت را بر همه ما و همه مسلمین نازل بفرما، بیداری اسلامی را به پای تکمیل برسان، و همه مردم دنیا را ای الله تو قادری که هدایت بدی و هدایت نصیب بفرما، عاقبت ما را به خیر بگردان. ربنا این تلاوتی که اینجا انجام گرفت شد به بارگاه خود از اول رمضان جاریه و سایر تلاوت ها را به بارگاه خود قبول بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار بعد از رمضان برای اله العالمین اوضاع و احوال ما را بهتر بگردان، اوضاع و احوال دینی و دنیایی، برکات و رحمت و خیش را بر اقتصاد و معاش و معاد و قیامت مردم ما نازل بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین. آمین.